سینمای هالیوود در دهه 80 یک دفعه پر شد با فیلم‌های هیولا محوری که به شدت هم پرفروش و پرمخاطب بودن. برخی از این هیولاها سر و شکل فضایی داشتن، از ماورای کیهان می آمدند، برخی از عمق زمین بیرون می زدن، برخی از فضاهای ما قبل تاریخی و اسطوره‌ای برمیگشتند و امروز انسان مدرن رو مورد تهدید قرار میدادند، ولی هیولا بودن. فیلم‌های نظیر جنگ ستارگان که در آغاز دهه 80 اکران شد به کارگردانی جورج لوکاس، مجموعه 4 قسمتی ایلین یا بیگانه که به کارگردانی 4 کارگردان بسیار مشهور آمریکایی ساخته شد، از دهه 80 تولید این مجموعه آغاز شد و تا اواسط دهه 90 ادامه پیدا کرد به کارگردانی رایلی اسکات، جیمز کامرون، ژان پیر ژونه و دیوید فینچر. مجموعه پریدیتور یا شکارچی و باز اگر فکر کنیم قطعا اسامی جدیدتری به ذهن همه مخاطبین، مجموعه جوراسیک پارک اسپیلبرگ، و در برخی موارد انقدر آدرس ها نزدیک میشد به ذهن که ناخودآگاه بیننده خودش فکر میکرد که این نتیجه رو گرفته که احتمالاً اسلام میتوانه مصداقی باشه از این هیولای ما قبل تاریخی که در دوران مدرن نوزایی صورت گرفته در و اساس مدرنیته رو داره تهدید میکنه. این هیولاها معمولاً از کنترل سیستم رایج خارج میشدن، به شدت مخرب عمل میکردن. در اون مواقعی که این هیولا جنبه پیچیده تری به خود میگرفت، مثل فیلم ایلین، از تخم‌های باستانی که معلوم نبود از چند هزار سال قبل مثلا تو کهکشان رها شده سر بر می داشت، از سر به فضانوردان آمریکایی حمله می کرد، در مغز اونها رخنه می کرد، در دل اونها لانه می کرد و از دل بیرون می زد و در این زایمان دردناک اون کسی رو که به این هیولای درونی و به این بیگانه آلوده شده بود می کشت و به شدت هم مصری بود از فردی به فرد دیگر منتشر می شد. خیلی از این هیولاها خون سبز رنگ داشتن، حالا عنوان یه نماد، یه نشانه. گاهی وقتا این خون هم خطرناک بود، این خون سبز. از اون به بعد این هیولاها شکل و شمایل انسانی پیدا کردن. دهه 90 میلادی پر است از فیلم های سینمایی که در اون فیلم ها این هیولاها دیگه انسان شدن و اسمشون هم تروریست های افراطی مسلمان است و با سلاح‌های بسیار خطرناک به خاک آمریکا می روند و بمب‌های هسته‌ای چمدانی اساس جامعه آمریکا رو تهدید میکنن. حالا دیگه قاعده بازی عوض شده بود و افکار عمومی آمریکا یک معیار و یک مابعث‌های انسانی پیدا کرده بود برای اون خطر مبهم و نامفهومی که طی یک دهه مدام به ذهن او تزریق میشد. در فیلم‌های متعددی نظیر دروغ‌های واقعی، نظیر تصمیم عملی، دلتا فورس و فیلم معروف حکومت نظامی یا محاصره ادوارد زویک، ما این نوع هیولاهای انسانی رو شاهد هستیم. تروریست های مسلمان، بعضن شیعه، که به خاک آمریکا می روند و قصد دارن که اونجا با عملیات انتحاری کل اون جامعه رو نابود کنن. اگر فیلم هیولا محوری هم تو این دهه ساخته می شد دیگه آدرس هاش دقیق تر و صریح تر بود. مثلا فیلم گودزیلا که آمریکایی ها ساختن در دهه 90 ساخته شد، ولی این دفعه دیگه خیلی آدرس ها صریح بود. گودزیلا به خود نیویورک حمله میکرد، در اونجا تخم گذاری میکرد، هیولا بچه های خود رو اونجا در واقع به دنیا می آورد. همیشه نیویورک بود که در این فیلم ها در معرض تهدید و خراب شدن بود و افکار عمومی آمریکا قریب 25 سال آماده شده بود برای اینکه در نیویورک اتفاقی خواهد افتاد. از همون فیلم قدیمی دمن هوسا تومارو که شرکت برادران وارنر ساختند و با نام پیشگویی های نصر آداموس مشهور بود، نیویورک قرار بود هجمه‌ای بشود و جالب است در اون سال
به نظرم هنوز برج‌های دوقلوی نیویورک رو هم نساخته بودن در سال 1980، اینطور به ذهنم میاد. اما در اون فیلم می‌بینیم که سلاح هسته‌ای مسلمان‌ها که از تور دفاعی ضد موشک آمریکایی عبور میکنه در نهایت به 2 برج در نیویورک اصابت میکنه. مجموعه بند آف برادرز این مجموعه خیلی عجیبیه، مجموعه مستندی که با هزینه بسیار گزاف تولید شده در آمریکا. از نام این مجموعه عجیب است تا افرادی که این مجموعه رو ساختن، تا شهرک سینمایی که این مجموعه درش ساخته شده و همه چیز حیرت آدم رو برمی‌انگیزد. اولا نام چرا بند آف برادرز است؟ یقینا در طول تاریخ جنگ‌های آمریکا سربازی در میدان جنگ به سرباز آمریکایی دیگر نگفته برادر بیا، برادر برو. این ادبیات ما بود در جبهه‌های جنگ. این واژه چرا سرقت شد؟ چرا بر برادری سربازان در میدان جنگ این همه تاکید میشه؟ سربازان آمریکایی که در فیلم‌های دهه 70 به هم فحش‌های رکیک میدادن، سربازانی که در جبهه میدیدیم همدیگر رو میکشتن. لااقل در 3 فیلم ویتنام من یادم میاد که سرباز آمریکایی همرزم خود رو میکشد بر سر رقابت‌های شخصی و اختلافات فیمابین. در حوزه فیلم‌های تاریخی اتفاق دیگر هم افتاد که برای ما کاملا باید در واقع زنگ خطر باشد. به نظرم جامعه ایران خیلی راحت از کنار این ماجرا گذشت. اون هم فیلم اسکندر یا الکساندر است که آقای الیور استون ساخت. در این فیلم برای نخستین بار نظام سلطه آمریکا مهمترین آرزوی خود رو که فتح ایران است و اشغال ایران است روی پرده سینما نشان داد.